روزای آخر بود، یه روز بهش گفتم آیا هاشمی این اختلاف شما با آقا حل شدنی نیست؟ گفتم چرا؟ گفتن که ببینید من و آقای مشکینی و آقای خامنه‌ای و آقای موسوی اردبیلی رفتیم خدمت حضرت امام و گفتیم آقا، گفت منم از جانب این گروه صحبت کردم، گفتم آقا ما که آقای منتظری رو نتونستیم تحمل کنیم و مجبور شدیم حذفش کنیم، بعد از شما نمیتونیم مملکت دست آقای گلپایگانی بدیم، چون قانون اساسی میگه که مرجع اعلم و باعث یه فکری بکنیم. امام گفتن چه فکری میخواید بکنید؟ اون من گفتم که قانون اساسی رو اصلاح میکنیم، یه شورای 3 نفره متشکل 3 تا ترک، موسوی اردبیلی مشکینی و خامنه‌ای، میذاریم شورای رهبری بدون اینکه هیچ وظیفه اجرایی داشته باشن، یه نظارت عالیه داشته باشن، یک شورای تشریفاتی با نظارت عالیه، منم میشم رئیس جمهور، مملکت رو اداره میکنیم. گفت امام گفتن برین و به همین صورت قانون اساسی رو اصلاح کنید. گفت وقتی ما اومدیم برای اصلاح قانون اساسی، جامعه مدرسین که دنبال رهبری آقای منتظری، آقای گلپایگانی بود، به رهبری فردی رأی دادن. گفت اونجا بود که من آقای خامنه‌ای رو مطرح کردم. گفت حالا با آقای خامنه‌ای میگم آقا تو مجلس تو بودی که 7 سال رئیس جمهور بودی با اون سابقه قبل از انقلاب، من بودم با اون سابقه و اون موقعیتی که پیش امام داشتم تونستم رهبر بیرون بیارم. بعد از من و تو کسی نمیتونه از این خبرگان رهبر بیرون بیاره. تا ما هستیم بیا اصلاح کنیم.